با برادرهای فقه جعفری ما به برادرهای شیعه ما که در افغانستان وجود دارن شما بحث طولانی داشتین با تمام اصول از اونا با تمام مسائل از اونا احترام داریم و شما ببینید که در طول تاریخ با اونا کدام جبر و ستم مشکلی وجود نداشتن فعلا هم نداره و در آینده هم ما تضمین پذیری میکنیم که ان شاء الله اونا در تمام موارد مذهبی خود و تمام امور خود اونا آزاد خواهد بودن هیچ مشکلی نخواهد داشت ان شاء الله. تشکر. Thank you very much. Thank you very much. Thanks. Oh, that's a cat. Salam alaikum. Sanga mori tori tori pori kori kori mori tibi. Oh, ya ya.